سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تاچستون سطح 2 کتابتون رو باز کنین لطفاً. صفحه 46. تایتلمون favorite classes، یعنی کلاس های مثلا favorite مورد علاقه. بخش اول building language رو داریم. براتون پلی میکنم آدیو فایل رو. اینجا با لهجه‌های مختلف میتونین آشنا بشید. و یه چیز بهتون بگم بچه‌ها، به نظرم لهجه اصلا اونقدر مهم نیستش. مهم اینه که هر کلمه رو بتونین فقط به درستی تلفظ بکنین، یعنی این مهمتر از لهجه است. خب بریم با هم دیگه این آدیو فایل رو گوش کنیم تا بعد بررسیش کنیم. Favorite classes. 1. Building language. A. Listen. What languages did these people study in school? Mi Chung. All the students in my high school had to take English. It was required. And I needed English to get into my university. Some people need it for their jobs as well. Karina. Well, years ago, most people learned Russian, and only a few people took English. I studied both. Brad. I took Spanish last year, and most of my friends did too. But only a few of us speak it well. There are a lot of Spanish speakers around here, so it's kind of useful. Femi. A lot of my classmates dropped French after 9th grade. Almost all of them, except me. But then later, some of them had to take evening classes because they needed it for work. و اولش هم که چینی بود. چی گفته؟ All the students in my high school had to take English. میگه همه دانش آموزا تو های سکول، تو دبیرستان had to، مجبور بودن که انگلیسی رو بردارن. It was required یعنی مثلا اجبار بود، لزومی بود، یه اجباری بودش. And I needed English to get into my university. و من به انگلیسی نیاز داشتم تا وارد دانشگاه بشم. Some people need it for their jobs as well. و بعضی از افرادم برای کارشون نیاز به انگلیسی داشتن. کارینا. Well, years ago, most people learned Russian and only a few people took English. میگه سالها پیش، years ago، سالها پیش، most people، بیشتر افراد learned Russian، روسی یاد گرفتن and only a few people، و تعداد کمی از افراد took English، انگلیسی مثلا یاد گرفتن برداشتن. I studied both. من جفتشو خوندم. و Brad, I took Spanish last year. من سال پیش مثلا کلاس اسپانیایی زبان اسپانیایی برداشتم. And most of my friends did too. و بیشتر دوستامم این کارو کردن. But only a few of us، فقط یک تعداد کمی از ما speak it well، خوب میتونیم صحبت کنیم اسپانیایی رو. There are a lot of Spanish speakers around here. اینجا خیلی اسپانیایی هست اطراف اینجا. So it's kind of useful. بنابراین یه طورایی useful یعنی مثلا مورد استفاده قرار میگیره یا همچین چیزی. Femi, a lot of my classmates dropped French. dropped یعنی که drop یعنی افتادن، و اینجا منظورش اینه که زبان فرانسوی رو، کلاس فرانسه رو افتادن. After 9th grade، بعد از کلاس نهم. Almost all of them except me، تقریبا همشون. ببین all of them، همشون، except me، به جز من. But then، ولی بعدش، later, some of them had to take evening classes because they needed it for work. بعدش بعضی از اونا مجبور شدن که کلاس های عصر رو بردارن because، به خاطر اینکه they needed، بهش نیاز داشتن برای شغلشون. خب بخش بعدی تمرینه، باید دور کلمه سعی خط بکشید.
اینو جوابشو براتون هایلایت کردم. توی گرامر الان بهتون میگم که علتش چیه. Number 1. Most people like English. Most of my friends study English. Some of them are fluent in English. A few people study two languages. خب داستان چیه؟ ما یه سری determiner داریم. determiner چیه؟ اینایی که اینجا می‌بینید all, must, some, a few, no, a lot of اینا determiner هستن. یعنی تصمیم گیرنده، مشخص کننده. خب چی رو مشخص میکنه؟ من تو این ستون اول این جمله هایی که میبینید داره راجع به جنرال صحبت میکنه، راجع به عموم صحبت میکنه. خب وقتی دارم راجع به عموم یه چیزی رو میگم determiner ها به این شکل میان. بریم با هم بخونیم جمله ها رو. All children learn a language. همه بچه ها یه زبانی رو یاد میگیرن. خب دارم راجع به عموم صحبت میکنم. Most Canadians need French. بیشتر کانادایی ها به فرانسه نیاز دارن. Some students take Spanish. بعضی دانش آموزا اسپانیایی برداشتن. A few people are good at Latin. میگه یه سری از افراد تو زبان لاتین خوبن. No students like exam. هیچ دانش آموزی از امتحان خوشش نمیاد. خب کلا همه اینا رو که گفتم راجع به افراد خاصی صحبت نمی‌کردم. یه چی رو بگم، مثلا یه چیز مشخص نبود. راجع به عموم گفتم. همه بچه‌ها، همه کانادایی‌ها، بعضی از دانش آموزا، بعضی از مردم، هیچ دانش آموزی. خب بخش بعدی specific. The students in my class, my friends. specific یعنی مشخص، تعیین شده. من الان تو این ستون سمت چپ راجع به چیزای مشخص میخوام صحبت کنم. میخوام این دایره رو محدود بکنم. چجوری این کار میکنم؟ جمله ها رو اول بخونیم بعد بررسیش کنیم. All of the children in my town take English. خب اینجا چی داریم؟ این all که determinerه، هم اینجا all دارم هم اینجا. فرقش چیه؟ اینجا یه of دارم، یه حرف تعریف د دارم. این حرف تعریف د هستش که میاد این دایره رو کوچیک میکنه. خب شما میدونید وقتی قبل از اسم من حرف تعریف د رو میارم یعنی که میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم. مثلا یه مثال براتون بزنم. An apple یه سیب. The apple اون سیبه، یعنی راجع به یه سیب مشخصه. اینجا هم همینه. The children یعنی بچه‌هایی که من میشناسمشون. All of the children in my town take English. همه بچه‌ها تو مثلا شهر ما انگلیسی برداشتن. خب پس فرقش یه دونه حرف اضافه آف شد، یه دونه حرف تعریف د شد. این د که قبل از اسم میاد، آف هم که بعد از determiner میاد. مثال بعدی. Most of the people in my office know French. خب اکثر افراد تو آفیس من، اداره من، فرانسه بلدن. Some of the students in my class take Greek. بعضی از دانش آموزا توی کلاس من گریک به زبان یونانی میگن گریک. خود یونان میشه گریس، زبانش میشه گریک. A few of my classmates got A's. میگه تعداد کمی از همکلاسی هام نمره A گرفتن. None of my friends failed the exams. هیچ کدوم از دوستام امتحان رو نیفتادن. خب پس بچه‌ها اگر خواستین راجبه کسی که میشناسیدش یا راجبه یه چیز مشخصی صحبت بکنید، قبل از اسم یا حرف تعریف د رو میارید یا صفت مالکیت رو میارید. My friends, my classmates, my office. خب این یه دونه این شد. یه دونه هم باید حرف of رو بیارید. حالا یه استثنا داریم. A lot of. A lot of رو چه بخواید برای specific استفاده کنید چه بخواید برای general استفاده کنید بعد این آفش بیاد. این اصلا با خودشه. چی میاد متمایزش میکنه؟ حرف تعریف د. اگر د بیارم قبل از اسم یعنی دارم راجع به یه چیزی که میشناسم، راجع به یه دایره کوچیکتر، راجع به یه چیز محدود دارم صحبت میکنم، یه چیز معلوم، یه چیز مشخص. اگر حرف د نیاد دارم راجع به general صحبت میکنم. مثل این مثال. A lot of people speak English well.
خیلی از افراد خوب انگلیسی حرف میزنن. دیگه جنراله دیگه، من اصلا نمیدونم چه کسی. خیلی از افراد. ولی اینجا a lot of the people in this city، دارم راجع به یه چیز اسپسیفیک میگم، خیلی از مردم این شهر خوبی speak English، مثلا انگلیسی صحبت میکنن. اوکی؟ اینجا یه نکته براتون نوشتم. They are sometimes called quantifiers because they give quantities or describe how many. determinerها یه اسم دیگه چیه؟ quantifiers. چرا؟ برای اینکه میان تعداد رو، چقدر رو تعریف میکنن. خب الان معنی اینا تعداد دیگه، مثلا همه، کمی، مقداری، تعدادی، هیچ کدوم، این شکلی. خب with pronouns با ضمیر چجوری استفاده میشه؟ all of them، most of us، some of us، a few of them، none of them. خب میاین به جای اینکه مثلا من بگم the children in my town، به جای کل این میگم them، ضمیرشو میذارم. این ضمیرها رو که بلدین. به جای my classmates، همکلاسی هام، میتونم از ضمیر us استفاده کنم، یعنی ما. a few of us got A's. خب بخش بعدی make true sentences using determiners then compare with a partner. خیلی خب، با این determiner که اینجا یاد گرفتیم باید بیایم جمله ها رو کامل کنیم. لطفاً بچه خودتون انجام بدین که قشنگ یاد بگیریم، براتون یه تمرینی بشه. بعد جواب من نگاه کنید. خب این از جوابای این قسمت. و بخش common errors، اشتباهاتی که ممکنه رایج باشه چی هستش؟ Remember to use a in a lot of. میگه به یاد داشته باشید که از a حتما تو a lot of استفاده کنید، یعنی lot of ننویسین، a باید قبلش باشه. A lot of students study English, not lot of students study English. که این حرف رو جا نندازید. و in conversation people usually say everybody and nobody, not all people or no people. میگه معمولا از everybody و nobody استفاده میکنن، نمیان بگن all people یا no people. غلط نیستا، ولی بیشتر از این استفاده میکنن. بریم صفحه بعدی، این آدیو فایل رو با هم دیگه گوش کنیم و اینا رو جواب بدیم. 3. Building vocabulary. A. Listen and say the subjects. Circle your 3 favorite subjects. Tell a partner. Algebra, History, economics, geography, band, track, orchestra, chemistry, choir, dance, geometry, calculus, drama, biology, Physics. literature, gymnastics, computer studies. art. خب بچه این آدیو فایل رو براتون توی کانال تلگرام میذارم، حتما یه چند بار گوش کنید تا قشنگ بتونید اینها رو تلفظ بکنید. موضوعاتی هست که توی کلاس میخونید، مثلا الجبرا، هیستوری، تاریخ، اقتصاد، جغرافی، ترک، دنس و جیمناستیکس میره تو بخش دسته‌بندی فیزیکال ادویکیشن، به طور مختصر PE نوشته میشه. ترک در واقع یه سیستمیه که در واقع میاد پیشرفت دانش آموزا رو بررسی میکنه و طبق توانایی‌هایی که دارن به کلاس‌های مختلف تقسیمشون میکنه. هدفش در واقع اینه که هر دانش آموز رو تو بهترین مسیر خودش قرار بده. و میگم با دنس و جیمناستیک هم توی یه دسته‌بندی قرار داره، دسته‌بندی PE.
دیگه چی داریم؟ ارکسترا، بند، کوایر میاد تو دسته‌بندی میوزیک قرار میگیره. جیومتری میشه هندسه، کالکولس میشه حساب در واقع، انتگرال و اینا. دراما نمایش، بیولوژی زیستشناسی، فیزیکس مشخصه، لیترچر یعنی ادبیات، جیمناستیکس معلومه، کامپیوتر استادیز اند آرت. حالا اینا رو بیاین تو این دسته‌بندی ها قرار بدین. فیزیکال ادویکیشن رو بهتون گفتم، میوزیک هم بهتون گفتم. 4 تا دیگر رو شما بنویسید و این بخش یه تمرینی برای شماست. تا که برای subject above میگه در مورد هر کدوم از موضوعات بالا صحبت کنین. Use the expressions below or use your own ideas. و از اصطلاحات پایین یا ایده‌های خودتون استفاده کنید. What do you have in common؟ چی رو مشترک دارین؟ مثلا I took، رشته‌ای که برداشتین میشه I took. I didn't take، رشته‌ای که مثلا انتخاب نکردین این میشه I was good. تو چه درسی خوب بودین؟ I was bad at. تو چه درسی بد بودین؟ I was interested in. مثلا کدوم درس رو دوست داشتین، هیجان زدتون میکرد؟ I like، I didn't like. دوست داشتین و دوست نداشتین. و بخش آخر ازتون میخواد که یه تمرینی رو انجام بدین. بیاین یه موضوعی رو انتخاب بکنید. مثلا اینجا بپرسین که did you take art for example، مثلا هنر برداشتی. بعد سوال جواب کنین، با yes و no جواب بدین، از دوستتون در واقع بپرسین. که اینم تمرین آخرش بود دیگه. اگر سوال داشتین حتما بپرسین. اینجا رو قشنگ تمرین بکنین. حتما این باکس رو چند بار گوش بدین، تکرار کنین که قشنگ بتونین تلفظش براتون جا بیفته. و همین دیگه، این درس هم تموم شد. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.